بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام، ادب، احترام خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان، همراهان همیشگی سفره دل. بار دیگر با موضوعی دیگر در خدمت شما خوبان و عزیزان هستیم و جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز. عرض سلام دارم و ادب و احترام به نمایندگی از شما عزیزان و از طرف همه جمع ما خدمت جناب دکتر و خوش آمد میگم حضورش. خوش آمدید. خیلی خیلی لطف کردید. بنده هم اگر اجازه بدید عرض سلام و ادبی داشته باشم خدمت دستکاران شبکه و اینی که بر من منت نهادند و بار فرصت دادند تا در خدمت بینندگان باشم و همچنین خدمت شما بینندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که انشالله در زندگیتون همیشه شاد و شنگول و بانشاد باشید و بتونیم در این لحظات با هم گپ شپ های خوبی داشته باشیم و حرف های خوبی بزنیم در خدمت استاد بزرگوارمون استاد سلیمانی عزیز. در خدمت هم استاد عزیز. خدمت هم جناب دکتر. بارها پیش اومده که به همراه شما عزیزان در کوچه و خیابان وقتی که گذر میکنیم و قدم میزنیم از کنار سطل‌هایی که نام اون رو ما سطل آشغال گذاشتیم میگذریم و در کنار اون یا داخل اون صحنه‌ای رو مشاهده میکنیم که این صحنه چه بسا از بس تکرار شده اصلا هیچ برای ما تأثیر گذار هم نیست و اون رو یک چیز عادی فرض میکنیم که یک حجم زیادی از غذا در داخل یک سطل زباله‌ای ریخته شده و چه بسا که بوی اون هم بوی تعفن اون غذای مطبوع و خوش طعم دیروز تمام رهگذران رو اذیت بکنه. در رستوران وارد میشیم و میبینیم که یک نفر، دو نفر، سه نفر میان و غذای چندین نفر رو سفارش میدن و میاند و سر میز هر کدوم رو یک قاشقی بخورند یا نخورند، از هر میوه‌ای یک قطعه رو گاز بزنند یا نزنند، بقیه رو همینطور میگذارند و میرند. غذایی که شاید همین باقی مانده غذا جماعتی بیشتر از این جماعتی که روی این غذا نشسته بود رو هم سیر بکنه. اگر گفته بشه چرا، میگه مال خودم بود، پولشو دادم، اختیارشو دارم، به شما هیچ ربطی نداره. در مراسم عروسی اگر دعوت بشیم و بریم و ببینیم که غذا در ظرف‌های غذا بعد از مراسم عروسی به پایان رسید و نماند و سطل آشغال‌ها پر نشد از غذای باقی مانده مراسم عروسی یا محافل دیگری که داریم، متهم میکنیم صاحب محفل رو به بخیل بودن، به خسیس بودن. میگه محفل عروسی نبود که، بیچاره پول غذاش هم نداشت، انقدر غذاش کم بود که هیچی نموند روی ظرف. حتما باید به اندازه نصف جمعیت حاضر یا بیشتر یا کمتر غذا دور ریخته بشه و ما ببینیم با چشم سر که این غذاها دور ریخته شد تا بگیم ماشاءالله طرف چقدر دست و دلواز بود، چقدر ماشاءالله خرج کرده بود. به این میگن آدم سخی، به این میگن آدم لارج، پولدار، باحال و با کلاس. و موارد زیادی از این قبیل رو ما در زندگی بارها و بارها مشاهده میکنیم. استفاده بیجا و نابجا از آنچه که الله تعالی در اختیار ما قرار داده از تمامی نعمتها که اینها فقط یک مشتی نمونه خرواره که ما ذکر کردیم. اسراف بیماری خطرناک است که خیلی از ما در زندگی به اون مبتلا هستیم در جنبه‌های مختلف زندگی خودمون و امروز دوست داریم به همراه شما عزیزان درباره این موضوع صحبت بکنیم و کم و کیفش و معنی و مفهوم اسراف و یک دید دقیق تری داشته باشیم نسبت به این موضوع، نه فقط به خاطر اینکه اطلاعات عمومی خودمون رو زیاد بکنیم، به امید اینکه در این برنامه تصمیم بگیریم، یک تصمیم جدی که حتی
یک دانه برنج اگر از دست ما افتاد روی سفره، همون رو هم نگذاریم که به سطل زباله بره. جناب دکتر از اسراف بگید به چه معنی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. وقتی ما حرف از اسراف میزنیم، یعنی اینی که ما میخوایم بگیم که یک حد اعتدالی رو باید مراعات کرد، مرزایی باید گذاشت. اینی که ما مثلا بخوریم، بپوشیم درست، همه چیزمون رو برا باشه، این چیز خوبی هست. مثلا غذا دادن و مهمونی گذاشتن و مردم رو دعوت کردن، این از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، از سنت اطعام الطعام، چیز بسیار خوبی هست. قلب‌ها به هم بسیار قلب‌ها به هم نزدیک میشه، محبت زیاد میشه، روابط اجتماعی پررنگ میشه. این چیزای مطلوبی هست و نعمت‌هایی هم که خداوند به ما داده، خب داده که ما استفاده کنیم. بله. و خداوند خوشش هم میاد که اون اثر نعمتی که به بندش داده اون رو بندش ببینه. اینی که طرف یه آدم پولدار و لردی باشه، خداوند بهش نعمت‌ها داده باشه و نتونه از اون درست استفاده کنه و روی شکل و قیافه و زندگیش، تو مسیر زندگیش اون اصلا دیده نشه، مشهود نیست. این چیز خوبی نیست، بسیار بدی هم هست. مثلا که خداوند به داد و میخواد که اثرش رو ببینه. همونطور که شما مثلا به کسی یک هدیه میدید، لباسی هدیه دادید و وقتی میپوشه چقدر خوشحال میشین که استفاده کرد ازش. خب اما در مقابل این مسئله اینه که ما چطور استفاده کنیم. اسراف فرهنگ اشتباه استفاده کردن نعمت هست، هر نعمتی که میخواد باشه. خب استفاده از نعمتی که خداوند متعال داده بیش از نیاز، در جای درستش اما بیش از نیاز. خب شما میخواید مثلا لباس بپوشید، خب لباس میخواید بخرید، چقدر لباس نیاز دارید؟ نیاز شما 3 دست لباس، مثلا شما میایید 20 دست لباس میخرید. خب به خصوص مثلا در مراسم و عروسی ها و اینا، خب در بعضی از فرهنگ ها میان لباس های عروس، 50 دست لباس عروس، چه خبر؟ خب اینا جای استفادهش درست، مال و ثروتی که استفاده کرده مال حلال، جایی که استفاده کرده درست، خود مثلا برای خانمش، برای برنامهش لباس بخره، مقدار اشتباست، کیفیت استفاده درست نیست. بله، شیوهی که مثلا اون رو استفاده کرده یه شیوه نادرست هست. شما به جای 5 تا 10 تا گذاشتید، این نادرست هست. وقتی میرید مهمونی غذا بخورید، باید بخورید، شما اومدید مهمونی. بله. اما چقدر میکشید توی ظرفتون، این بیانگر همون شخصیت شماست. بیانگر اینه که چشم خالی از طرف یا نه. اینی که میبینیم که طرف وقتی میاد میکشه، همچین میکشه انگار که مثلا برای یک گاوی غذا میکشه. وقتی که میاد بلا نسبت به اصطلاح بینندگان و عزیزان، اما وقتی که به اصطلاح میاد میخوره، به اندازه به اصطلاح یک آدمی میخوره، بقیه‌اش همش ضایع میشه. و اینی که دیگه آدم بعدش میاد که به اصطلاح تشبیه رو هم میزنیم، به از این باب است. وقتی ما میاییم ببینیم تصویری که قرآن کریم به ما داده، یا بنی آدم، ای آدمیان. حالا این مال مسلمونا نیست، این قضیه اخلاقی هست که خطابش همه بشریت است. اسراف بعده، این اقتضای فطرت انسانی است. حالا این مسلمون این کارو بکنه که دیگه 100 برابر بدتره. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. وقتی میخواید برید مسجد، خوشتیپ، خوشگل، خوشبو، با هیبت و با سمت زیبا. اصلا خود سمت زیبا عبادت هست. شکل و قیافه، ژست زیبا خودش از جمله عبادات هست در چارچوب شرع. در چارچوب شرع. و تو ادب، خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که از سمت الحسن و تو ادب و الاقتصاد، ژست درست، ترتمیز، آرامش، آرام بودن، وقار، هیبت و تعادل در استفاده از همه نعمت ها. اینها
اگر شما بیایید اخلاق و مرام نبوت رو 24 قسمت کنید، یک قسمتش اینه. ماشاءالله. این یعنی خیلی چیزه، یعنی درجه بزرگی از مکارم اخلاقی. بسیار بزرگ. که نبوت چقدر هست؟ شما بیاید 24 یه 24م نبوت اینه که آدم جست پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بهترین جست رو داشتن، آرامششون و اعتدال در همه چیز. خب یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. خب بعدش چی؟ و کلوا، این نعمت ها رو برای شما خلق کردن، استفاده کنید، بخورید، بیاشامید، و کلوا و اشربوا. بعد از این ولا تسرفوا. این ولا تسرفوا برخی از دوستان چون که با کلوا و اشربوا با عطف شده فکر میکنن که اسراف فقط در خورد و نوش هست. اگه اسراف در خورد و نوش بود آیه میشد که به اصطلاح ولا تسرفوا فی الاکل و الشرب، در خورد و نوش اسراف نکنید، نه بخورید بنوشید، اما لا تسرفوا در هیچ چیزی، نه در خورد و نوشتون، نه در پوشاکتون، نه در سخنتون، نه در استفاده از همه نعمت هایی که خداوند متعال داده. حتی در چشمت حق نداری اسراف کنی، در گوش و شنواییت حق نداری اسراف کنی، در حرکتت حق نداری اسراف کنی، در هیچ چیزی حق نداری اسراف کنی. در به اصطلاح تعامل با طبیعت حق نداری اسراف کنی. در میخوای بری شکار، چقدر نیاز داری؟ به اندازه نیازت شکار میکنی، بیشتر از اون اسرافه. رفتی ماهیگیری، آقا من ماهی میخوام بگیرم، میریزی کلر توی به اصطلاح استخر، همه ماهی ها رو میاری بالا، یه 10 کیلوش استفاده میکنی، بقیش رفت، اسراف. هر چیزی به اندازه به اصطلاح خودش. ببینید اینا همه نعمت های الهی است و خداوند متعال میفرمایند ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. در روز قیامت ما از شما بازخواست میکنیم، قطعا و یقینا، قطعا و یقینا شما بازخواست میشید که با این نعمت هایی که در اختیار شما گذاشته چه کار کردید. امام ابن قیم جوزی رحمه الله یک به اصطلاح تعبیر بسیار زیبایی دارن. میفرمایند که نعمت هایی که ما از اونها پرسیده میشیم چی هست؟ یکی اون نعمتی هست که به اصطلاح خداوند حلالی که به ما داده حلال است و ما این رو در راه درستش استفاده کردیم. ثروت درست در مسیر درست، نعمت درست و حلال و در مسیر حلال. حتی یعنی موضوعی نیست که حلال بوده برای حرام استفاده شده، حلالی که در جای حلال هم استفاده شده. این هم پاسخ میخواد. کسب حلال داریم. اومدم یه مهمونی گذاشتم حلال، عزیزانم رو دعوت کردم، محبت بیشتر شد. نعمت حلال چشم و بینایی رو خداوند داد، در تلاوت قرآن کریم ازش استفاده کردم، خداوند صحت داد، یه نعمت هست. رفتم به نماز فجر به مسجد، از این پرسیده میشم که آهای شکر این نعمت رو ادا کردی یا نه؟ یعنی اینی که آدم هیچ وقت دیگه به خودش اجازه نده که مغرور باشه. من نماز صبح رفتم، من در راه خدا صدقه دادم، من در راه خدا جهاد کردم. بابا شما جهاد کردی، قوی‌تر و قلدرتر و زرنگتر از شما هم بود، پسرم بود که از تو ماشاءالله هرکولتر هم هست. این توفیق رو خداوند به شما داد، این نعمتی که داده بود رو در راه درست استفاده کردی، باید شکرش رو ادا کنی. نقطه دوم، حرامی که به دست آوردی یا پولی که در حرام استفاده کردی، این ازش به طرف بازخواست میشه که آقا از کجا به دست آوردی و کجا خرج کردی. این مسائل بسیار بسیار مهم هست که ما در تعاملمون با نعمت‌هایی که خداوند متعال به ما داده باید خیلی دقیق باشیم، یک حس مسئولانه داشته باشیم که ما مسئولیم. قضیه به اصطلاح گذشتن و سپری کردن زندگی هر طور که اومد و هر طور که رفت نیست. قضیه اینه که آقا این نعمت‌هایی که خداوند متعال به شما ارزانی کرده با اینا چه کار کردی؟
حالا جناب دکتر اگر کسی بگه خب من مالم اختیارشو دارم، من مالم خودم اختیارشو دارم، دوست دارم این بریز به پاش بکنم، به هیچ عنوان انسان به اصطلاح مفهوم آزادی رو با مفهوم بی‌بندوباری نباید قاطیش کرد. شما آزادید وقتی که به اصطلاح نطفت گذاشته شد رو مریخ بزرگ شدی، همونجا به اصطلاح هر کاری دلت میخواد بکن. با ما بنی آدم و روی زمین ما در جامعه ما نبودی، این جامعه رود حقی نداره. اما وقتی که تو این جامعه هستی، در جامعه بشری هستی، همون مال رو از کجا به دست آوردی؟ کل جامعه دست به دست هم داد، تو رو ساخت. همین آقایی که مثلا امروز پزشک هست، این پزشک از شکم مادر است، پزشک نیومد، کل جامعه دست به دست هم داد. از فراشی که راه رو تمیز میکرد گرفته تا معلم مدرسه، تا نونوا، تا همسایگان، تا اون کفاشه، تا همه اینا دست به دست هم دادن که این آقا اومد تو اون بنایی که مدرسه رو ساخت، همه اینا دست هم دادن که یک پروند پزشک تربیت بشه برای جامعه، یه آدم بیا تحویل جامعه داده بشه. الان چون که آقا یه مقداری خب یه مقداری خودش هم مایه گذاشت، اما اگر بخوای این مقداری که اون مایه گذاشته با اون مقداری که جامعه تقدیم کرده رو قیاس کنی، اصلا هیچی نیست. همون مادری که به اصطلاح خون جگر خورد، همون پدر حالا اومد این همون جایی که کسبی که هم میکنه، کسب رو از کجا میخواد بیاره دست بیاره؟ باز هم از همین جامعه. اون بنده خدایی که اومده بود پیش به اصطلاح آقا پزشک ما کی هست؟ اون نانوایی که باز نونی پخت و به اصطلاح فلان و این همه، میبینی که همه جامعه به هم گره خورده. خب میاد اسراف میکنه. اسراف تو چیزی رو اسراف میکنه؟ آقا مثلا در خورد و نوشیش. همین خورد و نوشی که اینجا اومده جلوی این آقا، همین برنجی که شما مثال زدید، این برنج میدونید یه دونه برنج چند نفر عرق ریختن تا این برنج اومده رو سفره من و شما؟ از اون بنده خدایی که زمین رو شخم میزد، از اونی که شالی زارو درست میکرد، از اون خواهر رشدیمون که کمرش کج شده بود و یه دونه برنج رو میذاشت تو زمین، همه اینها تا درست شدنش تا تازه هم. حالا شما تصور کنید که فقط رو سفره هر یه نفر از ما تنها یه دونه برنج بیفته. خب مثلا در کشوری مثل ایران با 80 میلیون جمعیت چه خبر میشه؟ حداقل 20 میلیون برنج افتاده. اگر رو سفره هر نفری یه دونه بیفته، یعنی ما روزانه مثلا مثال بزنیم با ماهی یه دونه بیفته، در ماهی 80 میلیون برنج افتاده رو زمین. 80 میلیون رو وقتی بیایم وزنش کنیم، ببینید که غذای یک سال فلان کشور میشه. خب زمینه که خیلی خوشم میاد بعضی از این غذایایی نیست که شما بیاید اینو با دین حلاجی کنید. عقل انسان باید این رو درک کنه قبل از این که بیاد دین به اصطلاح اون رو تهذیب کنه و به شکل عبادی درش بیاره، یه فرصت پربارترش کنه. به اصطلاح وقتی که من اسراف نمی کنم، من در عبادتم. همونطور که وقتی اسراف کردم در گناهم. خب اونایی که حتی این مفاهیم رو ندارن، این فرصت رو از دست دادن، میبینید که همون چینایی ها خیلی زیبا میخورن، همین کاسه رو میاره جلوی دهنش، چق 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 میخوره، یه دونه برنج ضایع نمیکنه. یه دونه برنج من ندیدم که از دهن یه چینی بیفته رو زمین. سالها هم در بینشون زندگی کردم. خب قاشق هم ندارم. نه میشه 2 تا سیخه فقط. با همون 2 تا سیخشون یه دونه برنج نمیندازن رو زمین. اینه که یه فرهنگ سازی باید بشه. یعنی واقعا سلیمانی، من امروز یک سرچی زدم تو آمار، یه چیزای وحشتناکی شما میبینید که واقعا وحشتناک است. شما وقتی میایید میگین که آقا از جمله اسرافکارترین مردم جهان ایرانی‌های خودمون، از اسرافکارترین مردم جهان،
یه آماری هست که آمار خود ایران هست، کسی نیومده بهشون فوش بده. میگه که آقا مثلا در جهان مثل ایران جایی نیست که نان اسراف بشه. مثلا مشهوره، یعنی در شهرها ما خودمون دیگه دیدیم دیگه، مثلا نون خشکی که میاد داد میزنه تو خیابون، نون خشکه، نون خشکیه، بیان نون قبلا که نمک میدادن، نون خشک میگرفتن نمک میدادن، باز کمی پیشرفت کرد نون خشک میگرفتن و از این وسایل پلاستیکی میدادن بعد میخریدن. مشهوده واقعا مقدار نونی که اسراف میشه، یعنی این نونی که خشک شده داریم میندازیم بیرون، یعنی استفاده نکردیم دیگه، نیاز بهش نداشتیم. وحشتناکی که در آمار میگه آقا سرانه مصرف سالیانه نان در سطح جهان میانگینش 25 کیلوگرم، در ایران 160. یعنی چی؟ یعنی 6 برابر میانگین جهانی. کشورهایی هم هستن که اسراف دارن، مثل فرانسه مثلا یکی از کشورهای اسراف در نون داره 56. آلمان که از خیلی اسراف داره 70. ایران هست 160. حالا فکر نمی‌کنید بخشش به خاطر این باشه که قوت غالب مردم ایران مثلا نانه؟ قوت غالب مردم شرق بیشتر نونه. خب با این وجود قوت غالب مثلا کشورهای پاکستان و هند و شبه قاره هندی نون هست، اما کمترین اسراف در نون رو دارن که اصلا رقمی به حساب نمیاد. چرا؟ درست میپزن، درست نون میپزن و درست هم استفاده میکنن. جالب هست در بیشتر مناطق پاکستان و هند نون رو سر سفره گرم میپزن، همونجور نون میپزن و سر سفره به اصطلاح استفاده میکنن. خیلی از رستوران‌های ترکی، رستوران‌های پاکستانی و هندی هم که آدم میره میبینه که همونجا تنور کوچولی گوشه دارن و در جا نون رو میارن میذارن. این هم یکی از اسبابی هست که به اصطلاح نون رو ضایع نمیکنن. ما دیگه حالا برو نونوایی رو ببین که چه نون میده، مثلا قابل خوردن نیست، ضایع کردن به اصطلاح آرد و نون. در همین مورد اگر بیایم مثلا یه مورد دیگه رو بگیریم، مثلا استفاده شکر. آقا میانگین سرانه مصرف شکر در جهان 5، در ایران آقا 30، یعنی 6 برابر میانگین جهانی. و مثلا چیزای مفید برعکس. خب مثلا شیر میانگین مصرفش در جهان 300 کیلوه و در ایران 90، یعنی 1/3 میانگین، چون چیز مفیدی هست. ما عادت داریم چیزای به اصطلاح غیر مفید استفاده کنیم. مثلا نوشابه میانگین جهانیش 10، میانگین ایران 42، یعنی بیشتر از 4 برابر. خب شاید اینجا چون آب میوه کم مردم دارن روی میارن به جای آب میوه سمت نوشابه. خب میوه و سبزیجات، میوه و سبزیجات میانگین جهانیش 120، مال ایران 30، یعنی 1/4 میانگین جهانیش. ماهی چیز مفید، ما بلد نیستیم چیز مفید بخوریم، ما آشغال شدیم. مال مثلا ماهی همون 18 است، میانگین سرانه مصرفش. مال چی؟ مال ایران 7. تازه اون چیز مفیدی هم که میخوریم باید خرابش کنیم بخوریمش. همون سبزی که میخوریم به اصطلاح خیار رو باید بذاریم بپوسه بشه، اسمشو بذاریم خیار شور، بعد بیاریم نوش جانش کنیم. همون برنجی که میخوایم بخوریم باید بذاریم تو آب پزش کنیم، مواد غذاییشو بندازیم دور، آبش بریزیم بیرون بعد اون به اصطلاح توفالشو بیاریم به اصطلاح برنج کنیم واسه خودمون. همینطور حالا مثلا انرژی، برق میانگین سرانه مصرف جهانی 800 کیلوواته، مال ایران 2500، یعنی چیزی به اصطلاح 3 برابر میانگین جهانی. حالا جناب دکتر مثلا همین موضوع برق، الان در فضای خونه خب لامپ هست، لامپ‌ها روشنه و طرف میگه که خب من میخوام روشن باشه، میخوام دل باز باشه، میخوام تمام لامپ‌ها روشن بکنم و شب مثلا داخل یک اتاقی نشسته دور بر همه اتاقای به دور برم روشن میکنه. آیا خب این چه اشکالی داره از دید شخص؟ پولشو داره میده و پول برقش هم خودش داره میده، از جیب من شما هم که نمیره
و برقم که ماشاءالله کم نیست، یعنی مشکل برقم نداره دولت که خب نگران چی میخواد باشه، حالا چه گناهی کجاشو گناه میبینی؟ این که به اصطلاح شما یه چیزی در اختیارتون هست، دلیل این نیست که درست مصرف نکنید. اسراف در عدم مصرف درست هست. نیازت چقدر هست باید اونقدر مصرف کنی. از نیازت بیشتر مصرف کردی، حق دیگران رو ضایع کردی. حق اونی که به سبب به اصطلاح مصرف بالای شما برق، اون از برق موند. حق اون، خب آقا برق داریم هیچ کسی از برق نمیمونه. خب اون برق از کجا میاد؟ یه انرژی اونجا داره مصرف میشه. خب وقتی که شما زیاد مصرف کنید باید اینجا بیشتر انرژی مصرف بشه، حالا انرژی سوخت مثلا باشه. خب این بر به اصطلاح فساد محیط زیست رو فاسد میکنه و فساد محیط زیست و سوخت زیاد و بالا هوا رو برای همه خراب میکنه. راجع دکتر اگر همین موضوع رو، بحث اسراف رو بریم از بعد دینی بررسی بکنیم، از منظر دین، در قرآن کریم نسبت به اسراف و اشاراتی داریم، صحبت‌هایی که در این موضوع هست، دیگه شما اشاره فرمودید غیر از این؟ در قرآن کریم یک قاعده کلی داریم. خداوند متعال می‌فرماید ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. اسراف نکنید که خداوند که اسرافکاران رو دوست نداره. الله اسرافکاران رو دوست نداره. یعنی کسی که اسراف کرد چیکار شد؟ از دایره محبت الهی افتاد. کسی که خدا دوستش نداره وضع حالش چیه؟ ولو اینکه این شخص نمازش هم داره میخونه، روزش هم داره میگیره، عبادتش هم داره میکنه، ظاهرش هم پایبندی به دین هم داره، اما اسراف میکنه، در زندگیش اسراف میکنه. در نعمتایی که الله تعالی به اون داده و نعمتای حلالی هم که به اون داده استفاده بیجا میکنه. این الله لا يحب المسرفین. همین طرف که به اصطلاح اسراف میکنه، خدا اسرافکاران رو دوست نداره. این اسرافش چیه؟ در هر زمینه که باشه، حتی اگه در عبادت باشه خدا دوستش نداره. حتی در عبادت، حتی اگر در عبادتش اسراف کرد. عبادت در اسراف در عبادت چطور میشه؟ یعنی اون فهم نادرست از عبادت که آقا مثلا عبادت فقط نمازه. من همه شب رو میشینم نماز میخونم، صبح وقت خواب وقت کار نمیرم سر کار دیگه، خوابم. چرا؟ چون من نمیدونستم که کار هم عبادته. اهمیت این کار، عبادت کار کمتر از عبادت نفل شب من نبود. یه مثال زیبایی ما داریم در سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که از کارهای بسیار زیبا و خیلی دقیقی که انجام میدادن که بین مسلمان‌ها یه نوع برادری و دوستی و یه نوع محبتی رو علنا، یه محبت عمومی هست، برادری عمومی که انما المؤمنون اخوه، همه مؤمنان با هم برادرن، یه محبت و برادری عمومی هست. اما یه برادری خاص، فلان و با فلان وصل دادن. به خاطر چی؟ به خاطر تکامل شخصیتی. که این یه آدم پخته تر است، این مثلا در یک جنبه این پیشرفته تر از در یک جنبه این دوتا با هم یه نوع تکاملی رو به وجود میارن. از جمله افرادی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باشون یه محبت و یک الفت خاصی رو ایجاد کرد و اونها رو با هم برادر اعلام کرد، حضرت سلمان فارسی خودمون بود، همشهری خودمون، و حضرت ابودردا. ابودردا یه آدم به اصطلاح درویش مآب و نمیدونم عابد و زاهد و پرهیزگاری بود. سلمان هم پرهیزگار بود، عابد هم بود، اما مفهوم عبادت در ذهن سلمان شمولی بود، کلی بود، کل اسلام رو در بر می‌گرفت. ابودردا هنوز این مفهوم رو نفهمیده بود. خب سلمان یه وقتی احساس کرد که تو خونه ابودردا مشکلی هست. اون جو عاطفی عاشقانه‌ای که در هر خونه باید باشه، محبتی که در خونه باشه، توی چراغ عشق در خونه ابودردا سرده. سفره دلشون پررنگ نیست، سفره دلشون برچیده شده اصلا. میپرسه که ام دردا شما چی تونه؟
خواهر چیشه؟ قضیه چیه؟ میگه چی؟ برادرت خیلی آدم پرهیزگاری هست، خیلی آدم زاهدی هست. خب نمیگه که دیگه به من نمیرسه. خب اخلاق میگه برادر خیلی متانتش اجازه نمیده. در حال ریتم به اصطلاح هر جامعه است. حالا در بعضی جامعه که به اصطلاح این حرفا یکم شورتر میاد، خودمونی تره. به هر حال بهش میگه که به اصطلاح برادرت خیلی آدم زاهدی هست، همه روز الحمدلله روزه است، شبا همه به مشغول عبادت و طاعت غیر از عبادت هیچ کار دیگه کار عبادت هیچ کار دیگه نمیکنه، نیازی به زن نداره. خلاصه کلام. خب ابو سلمان خوندش دیگه. سلمان بچه شهر بود و فرهنگش بسیار بالا و این چیزا رو با یه اشاره این قضیه رو تا تهش خوند. اومد یه روز پیش خونه ابودردا، گفت ابودردا جان من مهمون زورزورکی، بفرمایید قدمتون رو چشم بفرمایید، مهمون حبیب خداست. خب شب شامی آوردن. خب ابودردا همچین کمکی خود بابا میگیر بخور، تا نخوری نمیخورم. خب با هم بسیار البته روز بسیار ببخشید غذا آوردن که بفرمایید سر سفره. گفت شما هم بفرمایید. گفت نه من روزم. بی خود روزه اید منم نمیخورم، قراره که شما نخورید من چرا بخورم؟ من مهمونتم. مجبورن ابودردا هم روزم رو بخورم. بابا چند ساعت دیگه نمونده بیشتر، روزت بخور، نخوری نمیخورم. روزش رو خراب کرد. روزه نافل است. حالا شب همینطور شام خوردن، بعد به اصطلاح وقت خواب اومد، براش فرشی آوردن، به اصطلاح جا خوابی براش احیا کردن، شما بفرمایید اینجا استراحت کنید. خب شما چی؟ من یک چند رکعت نماز بخونم. بشین بگیر بخواب. به زور خوابوندش. ابودردا هی میخوابه، چشش بازه که ببینم این کی خواب میره که من بلند شم، تا احساس کرد سلمان خوابه خواست بلند شد. سلمان دستشو بگیر شین با خواب. خب تا هی بنده خدا میخواست بلند شه نمیذاشتش تا وقت سحر بلندش کرد. حالا بلند شد نماز بخونیم با هم. حالا شما تصور کنید ابودردا چقدر عصبانیه که این روزمو خراب کرد، شب هم نگذاشت، چند ماه نشده که من نماز تهجدم اینطوری به اصطلاح ضایع بشه. امروز فقط چند رکعت بیشتر که نتونستم نماز بخونم. اصفهانی امروز همین چرا خراب کرد. من هیچی روز بعد دیگه عصبانی داغ، من باید برم پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله شکایت این سلمان رو بکنم که همه اومد عبادت منو خراب کرد. رفت حکایت رو برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم تعریف کرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از این حرکت سلمان خیلی خوششون اومد و بهش گفتن که حرف داداشته، همون کاری که سلمان گفته درسته، بدنت رو حقی داره، همسرت رو حقی داره، هر چیزی رو حقی داره. عدم مراعات این حقوق اسرافه. حالا حتی اگر تو عبادت باشه، حتی اگر تو صدقه دادن باشه. سعد بن ابی وقاص مریض شد، ترسید که بمیرم، این همه ثروت دارم و یه دختر بیشتر ندارم. گفتم که یا رسول الله من ثروت زیادی دارم، اینو میخوام همشو در راه خدا بدم. فرمودن نه، اینی که تو بچه ها تو بذاری ثروتمند باشن بعد از تو، بهتر از اینه که همه مال و ثروت تو بدی در راه خدا، بعد از اون بچه ها بیان گدایی جلوی مردم دستشون دراز کنن. خب پس 2/3 رو میدم. فرمودن نه. خب یا رسول الله نصفش رو میدم. فرمودن نه. خب 1/3 رو میدم. فرمودن خب حالا 1/3 اگر میدی بده، بازم زیاده. الثلث کثیر. همون 1/3 هم زیاده. کمتر از این هم میدادی بهتر بود. خب حکایت اینه که یک نوع مراعات اینه که فهم شعور به مرحله‌ای برسه که ما بدونیم دایره عبادت خیلی گسترده تر هست. همینی که شما بچه هات رو بعد از خودت میذاری که به صورت وضع اقتصادیشون خوب باشه، خودش عبادته. بابا لقمه ای که میذاری تو دهن خانومت عبادته. یعنی حکایت یه نوع به اصطلاح در زندگی عشق کردن، کیف کردن. این زندگی رو اصلا طعمش رو به طور میشینیم با هم، فرق ما به صورت سر سفره نشستیم،
با 4 تا مثلا حالا مثالش جالب نباشه، با 4 تا گوسفندی که میان سر آخر باید فرقی باشه. اونا همسرشون رو میذارن تو سفره و میخورن. ما اگر همین کار کنیم پس فرق ما چی شد؟ نه خیر، ما اینجا فرق میکنیم. به جای اینکه به هم دیگه شاخ بزنیم میگیریم تو دهن هم دیگه میذاریم. همینی که شما گرفتید این تو دهن خانمت گذاشتید، این عبادت هست، صدقه است. همینطور اگر تو دهن برادرت گذاشتی، تو دهن خواهرت گذاشتی، دوستت، همه این هدفمون معانی رو زیبا کردن. خارج از این اطاری که به اصطلاح هست، این یه جزئی از آیاتی که در قرآن کریم اشاره داره به این که به اصطلاح جنبه به اصطلاح عبادیش هست، یه نوعی که به اصطلاح تجاوز کردن از اون حد و حدود بیش از نیاز. پس جناب دکتر، ما تصور ما نسبت به اسراف که فکر میکنیم ما فقط بحث غذاست و خوراک و پوشاک هست، این تصور جامع و کاملی نیست، بلکه مفهوم اسراف خیلی فراتر از اینه. حتی به فرموده شما که خب برگرفته از آیات کلام الله مجید هم هست، حتی عبادت هایی که ما مهمترین کار در زندگی ما هم به حساب میاد، در این موارد هم باید ما مواظب باشیم که دچار اسراف نشیم، یعنی خارج از اون محدودی که ما اجازه داده شده. دقیقاً. عدم عمل صحیح. و حتی غیر از این در اعمالی که اشتباه میکنیم هم، حتی در اشتباهاتمون، در گناهان امکان داره که ما در گناه اسراف کنیم. گناه خودش کلش اسراف هست. هر گناهی که باشه یعنی چی؟ یعنی از اون دایره به اصلاح، از اون دایره خوبی پا فراتر گذاشتن، بیرون رفتن از هر مرزبندی. خب این خودش یه نوع تجاوز است، یه نوع اسراف هست. خداوند متعال در مورد این افرادی که همچنین اسراف میکنن میفرمایند قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، به بندگان من که بر خودشون اسراف کردن، ظلم کردن، تعدی کردن. اینجا اسراف در این آیه چه معنایی پیدا میکنه؟ تعدی و ظلم و زیاده گناه کردن. اسراف بر نفس، اسراف بر خود. شما با یک گناه اسراف کردید، حالا اگر این اسرافت زیادتر شد، ببینید اشتباه اسراف هست. اشتباه یعنی بیرون رفتن از خط، یعنی اون انرژی و طاقتی رو، نعمتی رو که الله تعالی ما داده در مسیر نادرستش استفاده کرد. پس این شد یه چیزی غلط، اسراف شد. اسراف شد. طرف اومد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم میخواد وضو کردن رو یاد بگیره. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم براشون وضو گرفتن و فرمودند که 3 بار هر عضوی از اعضای وضو رو میشورید و بعدش فرمودند که بیشتر شستین اسرافه. این چیه؟ فرمودند تعدیست، ظلم هست، تجاوز از حد هست، ظلم هست، کار بدی هست. یعنی مثل اینکه بعضی وقتها ما میبینیم که بعضی از عزیزان دچار وسواسن، هی در وضو گرفتن هی میشوره، دستشو میشوره، یا در نظافت اطراف یک فضایی رو، ظرفی رو، جایی رو تمیز هم مثلا خصوص بین خواهران بیشتر مشهوده این جریان، و هی میشورن و هی آب میریزن و هی میشورن و هی آب میریزن، آب اسراف بشه، وقت اسراف میشه، ماده شوینده اسراف میشه، انرژی خودش صرف میشه و اسراف میشه. اینها هم در این داخلند. نیت خیره، نیت خیر از این. شیطان چیکار میکنه؟ شیطان وقتی میاد پیش انسان گولش بزنه، اول میزنه با پتک کفر، که اینو بزنه داغونش کنه بندازهش تو کفر. وقتی دید نه این طرف ایمانش قویه، نمیشه کافرش کرد، میزنه روی به اصطلاح فاز شرک، این رو بکشه به شرک، به نام دین، به نام احترام بزرگان، به نام نمیدونم دعای توسل و به فلان بزرگ و امامزاده و نمیدونم قبر و فلان و از این حرف. دید که نه، این توحیدش قویه، فهمش درسته. میاد بعد از اون میزنه به چی؟ فاز گناهان کبیره. میبینه که نه، این طرف تن نمیده به گناه کبیره. میزنه به فاز گناهان صغیره، باز میبینه که نه، طرف پایبنده.
اینجا دیگه شیطون خلع اصطلاح شده فقط 2 تا تیر تو کمانش داره. یه تیر اینه که اونو با یک مسلمون دیگه بندازه، با هم جنگ کنن، دعوا کنن، دعوا مرافعی درست کنن. دید که نه، این طرف حسن ظن داره و هر چی شیطان وسوسش میکنه قلبش پاکه. آخرین تیری که داره در وسوسه اسرافه. آخرین تیر در وسوسه اسرافه. واسه همین ما چی میگیم؟ میگه آقا طرف وسوسهش کرد که شیطان که شما، من دستامو شستم برای وضو، قبل از اون صورتمو شسته بودم یا نشسته بودم؟ خب دستتم خیسه، بزنی نمیفهمی که خیسه یا نیست. خب آقا شستی، نشستی بودم، فقها میگن آقا نشستی بودی شستی، برو قبول ازت. وسوسه هم کرد که به اصطلاح وضوم گرفتم نگرفتم، آقا وضو گرفتی برو نماز بخون. بی وضو بودم، بی وضو بودی، مهم نیست. یه بار بی وضو نماز خوندی با وسوسه شیطان، شیطان رو خلاص خلاص کردی. دوباره میفهمی که آقا برم اینو بی وضو میره نمازشو میخونه، اجرشو هم میگیره بی وضو، بذارش پس هم وضوشو بگیره که خسته بشه. دست برمی‌داره از سرت. خب اینه که به اصطلاح خیلیه که حتی اگر در گناه بود، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، حتی اگر تو منجلاب بیماری اسراف و بلای اسراف گیر کردی در گناه، لا تقنطوا من رحمت الله، رحمت خدا باز، دروازه رحمت خدا برگردید. شما چی شده؟ از یه راه راست منحرف شدی، الان حلش چیه؟ حلش اینه که برگردی. خب اینه که در به اصطلاح در انتقام گرفتن، خداوند متعال حتی در انتقام گرفتن اسراف نمیپسند. انتقام گرفتن میشه طرف مثلا کسی رو ازش کشتن، در مقابل قاتل این میره برادر قاتل رو میکشه، اسراف. میره نمیدونم 3-4 نفر از قبیلهشون رو میکشه، این اسراف در قتل. حتی در این حق نداری. میره نمیدونم خود قاتل رو میکشه، اما از بس که عصبانی چششو میکشه، بینیشو میباره، فلان میکنه، این هم حق نداری. در حقی که ضایع شده و انتقامی هم که گرفته میشه، حق نداره کسی بیشتر از اون ظلمی که بر اون رفته و ستمی که بر اون روا داشته شده بیشتر از اون انجام بده. دقیقاً، چون که بیشتر از اون یعنی تجاوز از حدت، و هر گونه تجاوزی، هر گونه استفاده حق در غیر از جاش، این اسراف است. یه حقی داشتی، یک نعمتی رو خداوند به شما داد، اون رو حتی اگر در جای مناسبش استفاده کردی، بیش از اندازه استفاده کردی، این تعدی است به حقوق دیگران. حالا این دیگران خیلی هست، ما خیلی وقتا هست که این رو درک نمی کنیم. حقوق دیگران چی هست؟ یه حقوقی که خودت جسمت بر خودت داره، یه حق خداوند متعال داره بر شما، یه حق و حقوق اطرافیان و جامعه و خانواده نزدیک به خودت داره، یه حقی هست که عموم جامعه بر شما داره. حتی در حق عموم جامعه تجاوز کردن بر اون اسراف. مثل چی؟ یعنی شما چون در این جامعه یه استاد هستین، یه پزشک هستین، یه ریش سفید هستین، جامعه به خاطر همین ریش سفیدتون، به خاطر همین استادیتتون، به خاطر همین منصبی که خود جامعه عرق ریخته، مایه گذاشته، شما ساخته شدید، برای شما یک هیبتی قائل است، ارزشی قائل، یک ارزش قائل است. این ارزش رو در واقع خداوند به شما داده و نعمتی. این نعمت حلال است، درست هست. این رو اشتباه استفاده کردید، اسراف شد. یعنی مردم به خاطر همین جایگاهی که شما دارید حرف شما رو قبول دارن، حرف حق و نگفتی گناه کردی، از فرصت سوء استفاده کردی، اسراف کردی. جایگاه خاصی داری، خب وجاهت خاصی داری، رفتی به اصطلاح میری خواستگاری دختر فلانی،
به اصطلاح اصلا در بین شما و این دختر زمین تا آسمون هست. اما خب اونا نمیتونن که دیگه به آقای سلیمانی نبگن. این هیبت و جایگاهی که شما داشتید ازش استفاده نادرست کردی، سوء استفاده کردی از موقعیتش، رفتی نمیدونم چک کشیدی، خب غیر از اونی که طرف رو گول زدی، اسراف کردی از استفاده از اون وجاهت و حسن ظنی که مردم به شما دارن. یه نعمت هست. تا شما این حرف رو زدی فوراً گفتن چون آقای فلانی گفته رو چشممون. هر نوع تخطی و تجاوز از اون دایره و از اون میدانی که در اختیار شماست، میدان درست در مسیر درست، استفاده بیش از اندازه. خیلی ممنون جناب دکتر. اگر اجازه بدید به همراه بینندگان عزیز میان برنامه ببینیم، برمیگردیم همچنان با شما خوبان ادامه موضوع اسراف رو با هم بیشتر درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. اسراف نکنید. مگه در وضوم اسرافه؟ لا تسرف و این كنت على نهر جار. ترجمه‌ش هم بگو. اسراف نکنید حتی اگر لب رودخانه باشید. خیلی ممنون، جزاکم الله خیرا. أحب الرسول به يقتدي حياتي هناء مع السنة. أحب الرسول به يقتدي حياتي هناء مع السنة. أتانا بهادي الكتاب المبين فأحيا الأنام من الظلمة من الظلمة وزكاه ربي بخلق عظيم وطهر حباه ذر القمة. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بخورید و بیاشامید و صدقه دهید مادامی که از روی اسراف و تکبر و فخر فروشی نباشد. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، همچنان با شما هستیم با بررسی موضوع اسراف. میان برنامه‌ای که اولین میان برنامه‌ای رو که مشاهده کردید، اون دو شاهزاده‌ای که اونجا با هم صحبت می‌کردن از کارهای جناب دکتر هست. ایشون آقازاده‌های جناب دکتر هستن، عبدالله جان و محمد جان، و همچنین
فیلمبردار اون تصویرها هم جناب دکتر بودن، کارگردانشون هم جناب دکتر بودن. عبدالله جان منم بگو جان دیگه. حالا شما جناب دکتر جان هم فیلمبردار و کارگردان این جمع جانان بودند و پدر و دو دلبند عزیز بزرگوارشون که الله تعالی ایشون این نوجوانان رو هم دعا میکنیم که فرزندان همه بینندگان عزیز و همه فرزندان بینندگان عزیز و ما و شما امت اسلامی رو خادمین جان بر کف در راه دین مبین خودش قرار بده. برمیگردیم به موضوع خودمون، همچنان در بحث اسراف به نمونه هایی از اسراف جناب دکتر و مفاهیمی از اسراف اشاره فرمودن. من دوست دارم جناب دکتر که درباره ریشه های اسراف صحبت بکنیم. چی میشه که ما مبتلا میشیم به اسراف؟ از کجا ایجاد میشه این مریضی در ما هست؟ یکی از مواردی که خیلی مشهود هست در قضیه اسراف اینه که همین موردی که مثلا ما سعی کردیم یه نوع فرهنگ سازی بکنیم، حالا هیچ چیزی دستمون نبود، یک دوربینکی پیدا کرده بودیم با بچه‌ها یک به اصطلاح فیلمک کوچیکی درست کردیم، یه نوع سعی در فرهنگ سازی. اینی که در تربیت خانوادگی خانواده و مسئولین و مربین نتونند این مورد رو تو ذهن بچه‌ها بکارن، مدرسه و کودکستان این کار رو نکنه. وقتی که این تربیت ابتدایی نبود، بچه بار میاد چی؟ یه نوع لاابالیگری، بیخیالی، زای کردن لباس و کفش و نمیدونم خورد و پوش و نمیدونم وسایلی که تو خونه داره و همه اینا، خب عادت میکنه به ریخت و پاش، عادت میکنه به اسراف کردن. اینه که یکی از مواردش خود خانواده هست، خود جامعه هست، جامعه‌ای که استهلاکی بار اومده، جامعه‌ای که لاابالی از این مسائل هیچ اهتمام نداره، احساس مسئولیت رو از دست داده. یکی از مواردی هست که باعث میشه افراد به اصطلاح به طرف اسراف کشیده میشه. از جمله موارد دیگه‌ای که در جامعه خیلی مشهود هست که بیشتر باز با عرض معذرت از خانم‌ها بیشتر در خانم‌ها شهود داره، قضیه چشم همچشمی. خب که آقا فلانی چی داره و من ندارم. خب کار شما با همون یخچال میگذره؟ نه، باید یخچال مثل یخچال فلانی باشه، دو تا در داشته باشه، 3 تا پنجره. خب هر چی که خونه فلانی بود باید خونه من بهتر از اون باشه. خب این نوع چشم همچشمی ها باعث میشه که انسان دنیا پرست بشه، این حس ایمانی درش ضعیف باشه. حس ایمانی انسان همیشه با زهد و پارسایی صیقل میگیره، با دنیا کدر میشه. خداوند متعال میفرماید الهاکم التکاثر، جمع کردن مال و منال دنیا شما رو اصلا یک موجودات دیگه کرد که اصلا تو ذهنتون نیست که آقا این مرگی هم هست ها. این یخچاله با هم میاد طرف آقا ماشینش رو عوض کرد. چرا عوض کردی؟ فلانی یک کارمند معمولی ماشینش از مال من بهتر باشه؟ همین چشم همچشمی، نیاز نداری آقا. میبینی جوون شیک، نه 4 تا بچه داری نه هیچی، یه زوج جوون هستن، ماشینی گرفتن ترلی. آقا چه خبرته؟ نصف خیابونو بستی. بابا تو یک ماشین کوچیکه بسیار به اندازه نیازت. هر چیزی که از نیاز فرد بیشتر شد حلال است، درسته، پول داری. خب پول داری دیگه معناش این نیست که دیگه بزنی حق دیگران رو ضایع کنی. یعنی تو این شهر پول داری، بله پول داری، اما حجمت چقدره؟ شما با خانمتون تو شهر 2 نفرید. خب اینی که بیایید نمیدونم یه ماشین ترلی بزنید، هیچ در سوارشین، این حقو ندارین، حق دیگران رو ضایع کردین. خب همین تکاسر و به اصطلاح فکر مال اندوزی و زر اندوزی، خداوند متعال میفرمان ویل لکل همزه لمزه. اینو چیکار میکنن؟ الذی
جمع مالا و عدده. همیشه در پی جمع مال و ثروت و حساب بانکی چقدره. آقا سلیمانی حساب بانکی 2 هفته است که هیچ روش نگذاشتی، همش تو همین گیرودار است. خودش هم نمیدونه بابا این حساب بانکی که تو بانک هست مال تو که نیست. مال تو چی هست؟ اون چیزی که خوردیش، اون چیزی که خوردی و نوش جان کردی و رفت، و اون چیزی که پوشیدی و استفادهش کردی. چیزی که استفادهش میکنی از شماست، چیزی که استفاده نمیکنی از شما که نیست. که تو بانک گذاشتی مال بانکه. چیزی که تو به اصطلاح دنیا داری اون مهم هست. لذت بردن از دنیا، لذت بردن از نعمت‌هایی که خداوند متعال به انسان داده در هر رده‌ای هم که میخواد باشه، و عدم تفکیر و اندیشه در آینده گنگ. من حالا دارم جمع میکنم که وقت پیری نمیدونم فلان بشه. عصای دستم باشه. بابا کی گفت که شما به وقت پیریت میرسی؟ امروز شو حسرت نبر، امروز شو استفاده کن. وقت پیری همونی که امروز بهت داد آینده رو هم میده. درست استفاده کن. سرمایه گذاری کنی درست سرمایه گذاری کن. سرمایه گذاری چیه؟ وقتی یه مالی خداوند به شما داده، آقا طرف 200,000 دلار داره، 150 رو یه خونه‌ای که خرید، 50 رو گرفت ماشینی خرید، بعدش چی؟ دهنش آمونده از گرسنگی. این نشد. یه برنامه‌ریزی درست. 100 رو خونه‌ای بخر، 50 رو ماشینی، 50 رو حداقل سرمایه گذاری کن. حالا بهترین سرمایه گذاری چی هست؟ بهترین سرمایه گذاری این است که تو در یه مسیر داری میری به سوی آخرت. برای آخرتت چیکار کردی؟ اینم مهمه. برای آخرت سرمایه گذاری، اونم در دنیا سرمایه گذاری که میکنی چه هست؟ آقا 50% فایده داره. آخرت چی؟ در کمترین حالتش 700 برابر 10 برابر 700 تا 700 برابر و به غیر حساب. قرآن میگه به غیر حساب. یعنی حالتی میرسه که دیگه تا بی‌نهایت خداوند متعال میگه. چک سفید و رمزاست. خب الان این فرصت رو نباید از دست داد. در مسیر جامعه بودن این فرصت رو به آدم میده. خب این چشم و همچشمی ها، این دنیا پرستی ها، این فرصت ها رو از انسان میگیره و انسان رو تو یک منجلابی میندازه که دیگه آخر نداره. و یه مورد دیگه که هم باعث میشه که به اصطلاح انسان به اسراف کشیده بشه اینه که این قضیه رو درست تو ذهنش هرگز ننشسته حلاجی بکنه. یعنی چی؟ یعنی خوب نفهمیده اسراف رو، معنی اسراف رو؟ معنی اسراف رو، اثرات بدی که اسراف داره رو. تویی که میای اسراف و تبذیر میکنی، ببینه حتی قوانین اسلامی یه چیزایی رو روش خط قرمز روش کشیده. چرا؟ چون که انعکاسش خیلی بده. آقا مردا حق ندارن لباس ابریشم بپوشن؟ آقا کسی حق نداره تو به اصطلاح ظرف طلا یا ظرف نقره غذا بخوره؟ تا این مسائلی که احتمال داره توش رقابت بیاد، چشمی رو تحریک کنه بیشتر، اینها رو آقا خط قرمز کشیده. خب تا انسان نیاد به اصطلاح تو این مهلکه نیفته، چون این دردی است که درمان نداره. شما گرفتی به اصطلاح چشم همچشمی، طرف رفتی خونش برات گنجشک ذبح کرده بود، شما اومدی براش مرغ درست کردی، اون میاد کفتر درست میکنه، شما میایید طاووس درست میکنید، اون میاد نمیدونم شترمرغ درست میکنه، بعدش کار میکنی. خب یه رقابتی هست که پایان نداره. خب و رقابتی هست که کل زندگی تو فلج میکنه. اون مسیری که براش درست شدی و انتخاب شدی اون رو گم میکنی. بابا تو اومدی تو زندگی تا با همسایه ها رقابت کنی، تو نمیدونم تایر ماشینت، تو نمیدونم تلویزیونت که آقا LCD گرفته، نه ما LD میگیریم، آقا نمیدونم چی گرفته، ما چی میگیریم، 3D میگیریم، فلان میکنیم. خب این وظیفته؟ تو که میخوای به اصطلاح وصال حق نگاه کنی، وصال حق رو تو همون به اصطلاح تلویزیون‌های قدیم
چی هم میشه دید؟ با کیفیت SD هم میشه. با HD هم میدید. یعنی باید آقای سلیمانی 3D باشه که ببینیش. خب به هر صورت میسر هست رسیدن به هدف. تو این مسابقه نده، تو اینی که بله بیاد رقابت داری که بله من درس قرآن آقای سلیمانی رو یه هفته امکان نداره که از دست هم بره، نمیدونم فلان برنامه امکان نداره، برنامه آموزشی، برنامه‌ای که ایمان منو بالا میبره، برنامه‌ای که فرهنگ و دید منو از زندگی کلا تغییر میده، برنامه‌ای که منو میسازه، منو جزء فعالی از جامعه میکنه، اینا حق داری توش رقابت کنی. این چرا؟ چون اینا خود تو در یک رقابت هستیم و سارعوا الی مغفرة من ربکم و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. یعنی میدون کسی میخواد در مسابقه بده، مسابقه اینجاست. مسابقه تو خاکبازی نیست. اون ساختمان 3 طبقه زده چه 6 کور، اگه ما 4 طبقهش نکردیم اون نمیدونم فلان کرده، ما اگر ما اون کار نکنیم خودت رو ضایع کردی. وقتی ملک الموت اومد دیگه اونجاست که میبینی که تو یه خاکبازی گم بودی و هیچی با خودت نداری، هم ساختمان رو میذاری، هم این مال و ثروت رو میذاری، همه اینایی که با تو اومدن تو قبر، پست و شهرت رو میگذاری، همه اینا رو میذاری و میری تو همون قبری که یه آدم فقیر بیچاره‌ای که هیچی نداشت رو زیر همون خاک میخوابی. اما ان جهنم کانت مرصادا، جهنمه که دیگه اونجا در کمین نشسته. چون دکتر از مهمترین مواردی رو که شما مشهود میبینید در جامعه فعلی ما در موضوع اسراف چه مواردی است؟ یه حدیثی از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داریم خیلی سخته، خیلی هم یه واقعیت تلخی است. میفرمایند که در روز قیامت پا از پا تکون نمیدی، لا تزول قدم عبد یوم القیامه، پا تو از پا تکون نمیدی مگر 4 چیز رو جوابگو باشی. یکیش عن عمره فیما افنى، این عمر تو در چه مسیری صرف کردی. حتی در عمرت نباید اسراف کرده باشی. یعنی چی در عمرم نباید اسراف؟ عمر چی هست؟ یک محدوده ای از وقت زمان. عمر همین حرکت عقربه‌های ساعت هست. هر دقیقه ای که رفت یه دقیقه از عمرت کم شد. یعنی ما چی قدیما بود یه چیزایی درست می‌کردن، ساعت شنی. در واقع عمر ما همینه. وقتی طرف متولد شد این ساعت رو چپ کردن، دیگه شروع کرد شنه داره میاد پایین. هرچی از این عمر میاد، هرچی از ثانیه ها و ساعت ها میگذره، جزئی از عمر انسان کنده میشه. در اصل هرچی بزرگتر میشیم در حقیقت کوچکتر میشیم. اینی که واسه همینه که میان مثلا چیکار میکنن؟ آقا جشن میلاد بچه‌مون. بابا این جشن میلاد نیست، این جشن، این باید عذاب بگیری. باید عذاب بگیری که بچه‌ت یه سال به قبر نزدیکتر شد. خب این فرهنگ وارداتی از خارج، یک فرهنگ احمقانه احیانا میاد، ما هم نشخوارش میکنیم. بابا چی داری جشن چی رو میخوای بگیری که بچه‌ت به مرگ به قبرستون یه سال نزدیکتر شد؟ عزیز تعبیر جالبی داشت، میگفت اگر از من بپرسن که چند سال عمر داری، میگم که 30 سال عمر ندارم، چون اینا رو مطمئنم دیگه ندارم، رفت. حالا اونی که دارم رو نمیدونم ولی اینو ندارم. دقیقاً این خیلی حرف به جایی هست. حرف یک انسانی هست که میدونه کجا داره میره. خب اینو ازت میپرسن، پس قضیه وقت از عمرت و از این نعمتی که خداوند متعال به شما داد. بعدش چی؟ عن علمه ماذا عمل به. حتی علم و دانشی که کسب میکنی باید درست مصرفش کنی. اسراف کردن در علم همیشه. چطور؟ منو بیاد یک قصه انداخت. یارو اومده بود، طرفی خیلی فن و فوتی داشت و به هر حال تردست بود به قول ما، اومده بود در مجلس هارون الرشید، خلیفه عباسی مشهور. اومده بود اونجا، گفت که در جمع هارون الرشید که خلیفه من یک فن و فوتی بلدم که تو دنیا کسی مثل اینو بلد نیست. همه تعجب و حیرت زده، گفتن خب بیار ببینیم. این طرف هم کشید از
خورجینش یک قوطی درشو وا کرد پر از چی؟ سوزن. یه سوزنی کاشت تو زمین، رفت دور، از اون وری سوزن دیگه پرتاب کرد، این سوزن رفت چی؟ تو سوراخ سوزن اول. بعد سوزن دوم تو سوراخ سوزن دوم، سوم هر سوزنی میزد میرفت تو سوراخ سوزن قبلی. همه حیرت زده بودن. خب کسی به این فن و فوتی بیاره خب جایزه حتما خوبی از پادشاه میگیره. آدم نخ میخواد در بیاره تو سوزن، نیم ساعت بعد اینو ترک کنه، بعد اینجوری بزنه اینور بره اونور تا بره داخل دومش. حالا این سوزن میندازه تو سوزن از راه دورم. هارون رشید دستور دادن که آقا این آقا رو بگیرید 100 ضربه شلاق بزنید، بعد هم 100 سکه طلای بهش هدیه بدید. عجیب. گفتن همه حیرت زده بابا بنده خدا باید چیکار کرده که 100 ضربه بخوره؟ بعد چطور ضربه زدن شلاق و این سکه طلا جایزش. گفتن یا امیرالمومنین حکایت چی است؟ گفت 100 ضربه شلاق به خاطر اینی که خداوند به این قدرت ها و توانمندی های بسیار زیادی داده بود، این رو گذاشت در یه چیز پوچ و بی اهمیتی حرومش کرد. اصراف کرد. این علم و دانشی که در مسیر درست باید میرفت، بچه‌مون رو میاریم بیا بچه‌م. چی بچه‌م خیلی زرنگه ماشاءالله ماشاءالله. چی؟ خب بچه‌م بگو که در کشور آلمان چند شهره؟ شهری که در آفریقاست با نون اسم شروع میشه. این هوش و ذکاوت بچه رو در یه چیز پوچ. خب بچه چی کار میکنه؟ برش نداره. بچه اینقدر آلبوم میاره، چی کار میکنه؟ تمام تمرای کشورهای دنیا رو جمع کرد که چی بشه؟ رنگایی نمیدن پرچمای کشورهای فلان، بازیگرایی نمیدونم تیم فوتبال فلان. چی؟ هر بازیگر عموش نمیدونه اسم پسر عموش برادرزادش چیه. من اینجا میدونم، بچه‌م من میدونه که بازیگر سال فلان برزیل کی بود، چند تا شوت زد و چند تا گل زد، چند تاش هم رفت پنالتی خورد. مسخره است. هارون رشید می بود پوزشونو میکن و گفت که 100 سکه طلا به خاطر اون مهارت فن فوتی که کسب کرده. واقعا در فنش ماهر است. به خاطر مهارتش 100 سکه طلا خوب یاد گرفته. به خاطر پوچ یاد گرفتن یه چیز بیهوده، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از جمله دعاهاش که انسان وا میمونه میفرمودن اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. خدایا من به تو پناه میبرم از علم و دانشی که فایدهش توش نیست. ضایع کردن وقت، ضایع کردن علم و مهارت، ضایع کردن اون توانمندی که هوش و ذکاوت. اسراف دیگهش از مالش که این رو از کجا به دست آورده و کجا مصرف میکنه. خیلی واضح است، بهش اشاره هم کردیم. زمین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حتی به ام المؤمنین عایشه صدیقه میفرمودند که عایشه اگه میخوای روز قیامت با من باشی باید طوری زندگی کنی انگار که مسافری در این زمین، تو این دنیا مسافری، زندگی مسافرانه. و در واقع ما مسافریم. مسافر چطور زندگی میکنه؟ یه چیزی برمی‌داره، چیزی رسید و زندگیش نمیخواد اینجا بمونه. مؤمن مثل کسی هست که اومد یه درختی دید، یه سایه زیر درخت، یه لختی استراحت کرد و رفت. اون قدیما که مثلا انسان‌ها 1000-2000 سال عمر میکردن، خب طرف می اومد پیامبراشون بهشون میگفتن که پیامبر آخر از زمانی میاد و عمر به اصطلاح میانگین عمرشون 60 ساله. بعد اونا تعجب میکردن اونا چیکار بودن؟ طرف مثلا 2000 سال عمر میکرد، خونش چی بود؟ خونش میرفتی کوی رو ور میداشت، هرکول هم بود، بزرگ هم بود، میتونست ساختمانی مثل از ساختمان‌های ما 1000 طبقه هم درست کنه. اما میدید که نه، 2000 سال که چیزی نیست. آدم بره وقتشو ضایع کنه و آپارتمان زدن. میرفت تو کوهی خوبی پیدا میکرد، یه سوراخی درست میکرد، این شد خونش. وقتی که پیامبرا میگفتن که بابا یه آدمایی میان که مثل بچهای شیرخواره شما هستن،
یعنی پیکر 60 جثه‌شون. 60 ساله. آره دیگه بعد- نوزاد میشه اصلا. بعد میگفتن که چی اونا برای خودشون مثل ما خونه درست میکنن. برای تعجب خیلی جای تعجب بود. بعد بهشون میگفتن نه بابا اونا خونه چی، اونا قصر رو درست میکنن. باز اونا با حسرت میگفتن ای چه آدمایی که چه وقتشون رو ضایع میکنن. میگفتن اگر ما جزء اون امتیان میبودیم این 60 سال رو در یک سجده زیر یک درختی سپری میکردیم. سرمون رو میذاشتیم به سجده شکر خدا رو میگردیم تا این 60 سال تموم بشه. اینه که انسان دیدش از زندگی چی باشه. این نقطه سوم بود. چهارمین نقطه‌ای که ازش پرسیده میشه عن جسمه فیما ابلا، این جسمت رو در چه مسیری استفاده کردی. جوونی تو چه کارش کردی؟ فلای رفتم تماشای به اصطلاح فیلم‌های سینمایی، رفتم تو بازارها رو قدم زدم، نمیدونم تو شرکت راه و سازندگی هستی، رفتم دماغم برداشتم یکی دیگه جوش گذاشتم. یا همین ببین جوونه هم مغمش چی دماغم راست کنم. خیلی بده. دختر خانم بلند میشه سر صبح جلوی آینه چتکه رو برداشته خودش رو همین رنگ میزنه، بعد میره یک کمی اون ور نگاه میکنه، نه به رنگ لباس هم نمیاد، ست نمیشه با برگردانه میدونم 2 ساعت 3 ساعت این وقت این عمرت که ضایع میشه. این جوونیتی که از دستت میره بر نخواهد گشت، هرگز بر نمیگرده. اون ساعتی که رفت. مخالفید شما با زیبایی و آرایش کردن؟ این که آدم خودش رو زیبا بکنه؟ گفتیم که از به اصطلاح زیبایی یکی از خداوند زیباست و از زیبایی خوشش میاد. زیبایی رو خدا دوست داره، اما خدا بعدش میاد که انسان وقتش رو ضایع کنه. روز قیامت میخواد چه جواب بده؟ جواب میده که رفتم به اصطلاح 2 ساعت ابرو برداشتم، 2 ساعت بابا این جزئی از عمرته. زیبایی یعنی چی؟ یعنی اون زیبایی که خداوند بهت داده بهش برس. خب ریشی داری، مویی داری، چی داری؟ تا میگه دماغی که خدا به من داده بود کمی کج بود، رفتم صافش کردم، کمی اینو دادم بالا، اینجوری اگزوز هواپیما بشه. اینه که دیگه وقتش رو ضایع کرد، مالش رو ضایع کرد، صحتش رو ضایع کرد. بابا رفتم دماغمو چیز زدم بدتر شد. نمیدونم میبینی بعضیا رو دندوناشون رو نمیدونم میخوان راست کنن، یه تیر به اصطلاح میلگرد میذارن شکلشون تا 6 ماه نمیتونی نگاش کنی. بعضی مشکل چیز دارن جناب. حالا کسی که مشکل داره خب عذرشه، الان مد شده. میره تو خیابون بابا تا دیروز همچین مشکل دندونی کسی نداشت، الان نه، همه آقا سر صفن مو کاشته. آقا بابا مو کاشتی چیز کم بود، اون بسو کله کچلت ماشاءالله برق میزد، خوشگل بودی، خوشتیپ بودی، رفت وقتش رو ضایع کرد، مال و ثروتش رو ضایع کرد، صحتش رو هم به خطر انداخت. خب بعد اومد آقا موام کج کاشتن، یکی اینوری میره یکی اونوری میشه شده مثل شاخه نمیدونم چی. خب نه بابا این وقت حیفه وقته، حیف. ببین از جمله مسائلی که ما مثلا بهش اهتمام نمیذاریم همین برنامه ازدواجی هست، نمیدونم شادی هست، فلانی هست، یه اسرافای اونچنانی. خب آقا تو داری، جامعه نداره، دیگران ندارن. همین من میگم مرد اونه که میخواد اسراف کنه، من بهش میگم اسراف کن آقا. اما همون خرجی رو که برای ازدواج بچت دادی، مثل همون هر یک از ما مردانه باشه، مثل همون مبلغی که من برای ازدواج پسرم یا دخترم خرج میکنم برای دیگران خرج کنم، مثلش 100 میلیون میخوای بذاری برای ازدواج بچت، 100 میلیون دیگه کنارش بذار، بگو آقا این برای ازدواج 4 تا یتیم. میخوای نمیدونم مهمونی بدی، 100 نفر میخوای دعوت کنی، آقا این 100 نفر دعوت، آقا این 100 نفر به اصطلاح آقا جناب شیخ نمیدونم مجیب الرحمن انصاری شما یتیم خانه دارید، این 100 نفر غذای به اصطلاح یتیم خانه شما. حالا جناب دکتر شما فهم میکنین اگر کسی خب شاید سوالی پیش بیاد، طرف میگه من 500 نفر 1000 نفر مهمان دعوت میکنم، آیا این که تعداد مهمانم زیادی این اسراف کردم در ازدواج، مراسم ازدواج هر مراسم دیگه؟ فرق از فرد تا فرد.
طرف میاد مثلا از باب خودنمایی، هر چقدر ما ساده تر باشیم، به خصوص اون طرف کی هست. خیلی از افراد هستن خداوند همون نعمت اولی رو که اشاره کردیم، یه نعمت جاه و مکانتی خداوند بهش داده. این رو خیلی باید دوستان، به خصوص جوونا، به خصوص آدمایی که خداوند، ببینید تو کسی نبودی، خداوند به تو این فرصت رو داد که به عنوان یک عالم و یک اندیشمند در جامعه مطرح بشی، به عنوان یک هیبتی خداوند بهت داد. این نعمته. سوء استفاده کردن از این گناه هست و این جامعه بر تو حق داره. تو رو که جامعه و خداوند به این فرصت رو بهت داد که به عنوان یک الگو باشی در جامعه، به عنوان کسی باشی که چشما تو رو نگاه میکنه، حق نداری هر کاری دلت بخواد بکنی، حتی اگر داشته باشی، حتی اینکه جایز هم باشه، حتی اگر جایز هم باشه، چون که حق جامعه رو داره ضایع میکنی. وقتی که من میام برای در ازدواج فرزندم 2000 نفر رو دعوت میکنم، برادرم که نداره، اون گناهش چیه؟ نباید اون دیگه کمتر از من بیاره. اما اگر من اومدم با وجود اینی که دارم، یه مراسم بسیار ساده‌ای گرفتم، یه مهریه بسیار بسیار معمولی گذاشتم، خب چی میشه؟ همونطور که جامعه الگو برداری بد میکنه، چشمی میکنه، در خیر هم چشمی میشه. میگه که بابا فلانی که نمیدونم میلیاردره، برنامه ازدواج بچهش خیلی ساده بود، ما که از اون بهتر که نیستیم، خون بچه من از خون اون که رنگین تر نیست، دختر فلانی از دختر فلانی که بهتر نیست. مثلا ببینید در عرف چی میاد؟ عرف یه چیزی میذاره که آقا اگه میخوای مهر بدید، خب مهر تعیین نشد، 5 تا خواهرن، مهر اصلا حرفی از مهر نیومد، میگن آقا مثل مهر خواهر. یعنی چی؟ یعنی اولین سنگ رو چطور گذاشتی؟ اولین رو مهرش رو گذاشته بودن نمیدونم 100 میلیون نمیدونم چی از این کیلو خرمن طلا، 1370 خورده ای سال سکه طلا. خب بعدش دیگه موندن. کلا این طرف خشت اول رو کج نهاد تا ثریا هم میره، این خانواده کجه دیگه. الان انتظار نداشته باشه که از این خانواده امام شافعی و ابو حنیفه و بخاری بیاد بیرون. ما داریم یه کارایی میکنیم، خودمون زندگیمون رو میکنیم زندگی ابو جهل، میخوایم که دخترمون فاطمه بشه. شیوه زندگیمون ابو لهبی است، میخوایم پسرمون علی بشه. دیگه نه، کار نشده دیگه. ما از مثلا مستحیل رو میخوایم تو جامعه بیاریم، این امکان نداره. اینه که ما این رو باید مد نظر داشته باشیم که در همه موارد، هر موردی که شما اومدید از به اصطلاح از اون حد میزانی که خداوند گذاشته رفتید کنار، حتی در گناه. طرف میاد آقا چی؟ جوونه ولوه تو خیابونه، زنای مردم رو نگاه میکنه، دخترم هرچنان رو نگاه. غافلی که خدا میبینه، میاد آقا نمیدونم وقتش رو تو خیابونا و تو چی، تو عطاریو نمیدونم، تو بازیگاه و نمیدونم کامپیوتری و نمیدونم تو برنامه‌های فلان واتساپ و فلان اعلان. وقتی ما میگیم مثلا جمله بسیار زیبایی خوندم، طرف میگفت که من میخوندم که گذشتگان همه عمرشون قرآن بود و با قرآن انس گرفته بودند و چپ و راست قرآن. میگفتم این چطور امکان داشت؟ الان وقتی بچه‌هامو میبینم با واتساپ و با موبایل، الان میفهمم انسان به چیزی که عشق داشته باشه چطور باش انس میگیره و چطور باش حرکت میکنه و زندگیش از اونجا رنگ میگیره. جناب دکتر، ما حدوداً کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم به پایان برنامه. دوستان درباره راه حل ها صحبت بکنیم. از کجا شروع کنیم که این مشکل رو حل بکنیم؟ از راه حل ها برام بگید. الان ما مسئله‌ای که هست، ما خیلی از ماها تا به حال نسبت به این موضوع کوتاهی داشتیم. چیکار بکنیم که بتونیم حداقل یک سهمی داشته باشیم در حل این مشکل و از عواقبش جلوگیری کنیم؟ ببینید، اولین نکته‌ای که ما اشاره کردیم که ان الله لا یحب خداوند مسرفان رو، افراد
اسرافکار رو دوست نداره. خب ما میخوایم که خدا ما رو دوست داشته باشه. این بحث شوخی بردار نیست، بحث جدیه. قاعده است. بحث اینه که اگر من در جمله این اسرافکاران باشم، الله گفته من تو رو دوست ندارم. دقیقاً. تعارف بردارم نیست. و اگر میخوام خدا منو دوست داشته باشه، باید به فکر اصلاح این اسرافکاری های خودم باشم. دقیقاً. اگر من اسراف کردم خدا منو دوست نداره، اگر اسراف نکردم خدا منو دوست داره. پس بعد بیشتر این معادله است. خب میخوای این ور باش، میخوای این ور باش. دو تیم اند آقا. این تیم اسرافکار که خدا دوستشون نداره، این تیم دوم تیم به اصطلاح افرادی که خدا دوستشون داره اسراف نمیکنن، صفتشون اینه. خب ما میخوایم این صفت رو در خودمون به وجود بیاریم. اولا والدین این مسئولیت رو دارن که بچه هاشون رو بر عدم اسراف تربیت کنن. مدرسه این مسئولیت رو داره، محیط آموزشی این مسئولیت رو داره. این یه جزئی از مسئله. خانواده که خودش رعایت نمیکنه چی؟ خانواده که خودش غذا بعد از اینکه غذا میمونه مستقیم همه رو به بچه میده، دست بچه میگه بشقاب خالی کن تو سطل آشغال. این داره به بچهش میگه که اسراف کن. این داره بچهش رو در مسیر نادرستی هدایت میده و خرابش میکنه. این بچه دیگه الان اون حس مسئولیت، اون حس انسان دوستی، اون حس قدر شناسی نعمت ازش ضایع میشه. اینو نعمته و خداوند متعال میفرماد لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم این عذاب شدید. کفرتم اینجا یعنی کفران نعمت کردید. این کفران نعمته. کفران نعمت عذاب دردناکی رو از جانب خداوند برای طرف میاره. خب الان این خانواده باید اینجا. خب من نوعی چی کار کنم؟ من از خانواده، از پدر مادری که به اصطلاح تربیت ابتداییشون اشتباه بوده اینقدر انتظار ندارم که بیان درست کنن خودشون رو، اونقدر که از جوونا و بچه‌ها و نوجوانا انتظار دارم که اونا درست کنن. بیان به پدر مادری که عادت کردن به اونا بفهمونن. یه فرهنگ سازی جوونی، یک فرهنگ سازی همیشه نباید از بالا بیاد، چون بالا یک به اصطلاح نسلی هست که عادت کرده. الان جوون میتونه این کارو بکنه. خود من ببینید در پایبندی به دین و تعالیم دین حلی برای خیلی از مشکلات هست. یعنی چی؟ یعنی مثلا از جمله پایبندی های دین نماز هست. نماز آقا قضیه اسراف وقت رو از دستت میگیره، تنظیم میکنه، وقتت رو تنظیم میکنه. وقتت که تنظیم شد خیلی از فضاهایی که میتونست وقتت رو بدزده از دست میره. شما الان یه مقداری خودت رو کنترل کردی، اومدید روزه این حس انسان دوستی رو در شما پررنگ میکنه. میفهمی که یعنی افرادی هستن که نمیدونن گرسنگی یعنی چی، نمیدونن که این یک لقمه غذایی که دور میریزن چقدر میتونه مثمر ثمر باشه برای یک گرسنه. خیلی یعنی طرف مثالی که میزنن که آقا دختر فلان پادشاه مردم ریخته بودن تو خیابون شعار میدادن که نون میخوایم. گفت چی خبره؟ گفتن آقا نون ندارن بخوردن. خب کیک بخورن، بیسکویت بخورن. خب نمیدونه که یعنی خونه ای هست که توش نون نیست. فکر کرده نونوایا کار نمیکنن. خلاص نمیدونه که پول نیست که بخرن. خب اینه که به اصطلاح تربیت خودمون به دست خودمون با پایبندی به دین. وقتی که به اصطلاح انسان رو خودش مشقت هم بیاره، خانواده خودمون یه نوع ببینید در کشورها چیکار میکنن. در خیلی از کشورهایی که عقل تو سرشون هست گذاشتن برنامه‌ای که آقا جوون تا اومد 20 ساله شد یا 18 ساله شد باید بره سربازی. سربازی چی هست؟ سربازی جوون رو از خونه بیرون کردن و اون رو با مشقت و سختی ها آشنا کردن تا قدر نعمت‌هایی رو که داشته بیشتر بدونه، تا قدر نعمت‌ها رو بدونه و بدونه در آینده چطور مسیر زندگیش رو تنظیم بده، با سختی ها انس بگیره. حضرت عمر رضی الله عنه به خانواده ها میگفت که اخشوا شنو فإن النعم لا تدوم. حتی اگر داری خانواده‌ای که اگر ثروتمند هست یه روز که چلو کباب میدی یه روز دیگه نون پنیر بخور. بذار بچه‌ها گرسنه بگیرن ببینن، تجربهش کنن.
هر چند وقتی یه بهونه‌ای بذار بچه غذا نداشته باشه تو خونه، تا بدونه که اولا قدر نعمت رو بدونه، دوما تربیت بشه. اگر خدایی نکرده فردا براش مشکلی به وجود اومد کلا خودش رو از دست نده. چقدر از انسانایی که به خاطر یه مشکل بسیار عادی دختر خانم فرار کرده از خونه. ناز پرورده. چرا؟ چون این نوع پدر مادر طوری بار آوردن که الان با این سیستم جدید و خونه جدید، اون پدری که بابا اون پدرت وقتی که یه خونه مرفه داشت، این خونه مرفه بعد از 30 سال جون کندن براش اومده بود. وقتی که زندگی شروع کرده بود زیر یه خیمه بود یا توی خونه کرایه‌ای بود یا اما بدتر از اینش چیه؟ بدتر از اینش اینه که همین پدری که زندگیش رو از یه خرابه شروع کرده بود الان اومده اولین شرطش اینه که کسی که برای دختر من میاد باید خونه مثل خونه من داشته باشه. آخه تو 30 سال جون کندی تا این وضع حالا اون بنده خدا تازه تو صفره، کیلومتر شمارش رو صفره، تو حالا آخر عمرته میخوای از جایی که تو رسیدی اون شروع کنه؟ امکان نداره. خب اینا همش ما به دست خودمون زندگی خودمون رو خراب میکنیم، ما به دست خودمون زنجیر میندازیم رو دست و پای خودمون رو به اصطلاح توی مشکلاتی میندازیم که میتونستیم زندگی رو خیلی شادتر، زیباتر و با عشق بیشتر داشته باشیم. خیلی ممنونم جناب دکتر. هرچند که شنوندگان عزیز این موضوع رو اگر بخوایم به تفاصیلش وارد بشیم خیلی جا داره برای صحبت کردن. نمونه های عینی بخوایم بیاریم یکی یکی راه حل بدیم به همینقدر اکتفا میکنیم که فقط هدفم همین بود که تلنگری باشه که ما در این مورد فکر بکنیم. حالا حتما خانواده های عزیز هر کسی فکر خواهد کرد که مثلا وقتی که اسراف میشه چطور ازش بهتر استفاده بکنیم، نعمت هایی که اسراف میشه در میهمانی ها، در مراسم ها چگونه برنامه‌ریزی بکنیم که اسراف نشه، حروم نشه. با به هر حال پروژه هایی که پیش میگیریم میشه هر کسی فکری بکنه تا از جلوی اسراف خودش پیشگیری بکنه. و ما فقط در پایان جناب دکتر صحبت آخر شما رو بینندگان فرصت داریم. در پایان اینی که نعمت‌های الهی برای استفاده است و خداوند خوشش میاد از نعمت‌هایی که ارزانی داشته انسان به بهترین شیوه ازش استفاده کنه. و تشویق‌های نبوی رسول خدا صلی الله علیه و آله همش همین بود که روز قیامت از چی پرسیده میشه یعنی چی؟ یعنی خوب ازش استفاده کنید. استفاده نادرست و بیش از اندازه در غیر محلش به اصطلاح این موردی هست که ما بازخواست میشیم و باید ازش دوری کنیم و انشالله بتونیم در آینده بیشتر با بینندگان عزیز همراه باشیم و بتونیم به اصطلاح خودمون در ساختن این فرهنگ در جامعه یه نقشی رو ایفا کنیم. ممنون. هدف ما از پرهیز از اسراف کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردن. نعمت‌هایی رو که الله تعالی ما داده درست استفاده بکنیم، ولی اینکه زیاد استفاده بکنیم اما به جاش و درست استفاده بکنیم و حیف و میلش نکنیم و حرام نکنیم، از بین نبریم. در پایان از همه شما عزیزان تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه پای گیرنده‌های خودتون نشستید، ما رو تحمل کردید. تشکر از شما دکتر که قدم رنجه فرمودید و تشکر خاص از احمد جان و منیر احمد و فرید و محمد جان و رفیع الله و بچه‌های پشت صحنه و عزیزان. از الله متعال بهترین لحظات رو برای شما عزیزان خواهانیم در دنیا و در آخرت. برای ما شما و همه گذشتگان ما بخشش، مغفرت و رحمت الله تعالی رو آرزومندیم. الله یار و نگهدارش. جزاک الله خیرا.